سلام دوستان، خسته نباشین. بهناز فلاح هستم از کانال پیتی لرنینگ. میخوام که براتون دوباره چند تا مثال جدید از دیسکرایب ایمیج و ریتیل لکچر حل بکنم و این بار یه سری جزئیات بیشتری رو هم تو این دو تا بخش با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که میدونین از 4 نوامبر 2024 یک سری تغییراتی در قسمت دیسکرایب ایمیج و ریتیل لکچر اتفاق افتاد و این بودش که از این به بعد اگر که بحث AI نتونه که دقیقاً نتیجه گیری بکنه در مورد بحث کانتنت شما، این به یک ممتحن سپرده میشه به عنوان یک ممتحن انسانی که اون قسمت کانتنت شما رو چک بکنه که ببینه که آیا دارید به طور کامل به همه ابعاد یک تصویر یا یک لکچر اشاره میکنین یا اینکه نه فقط دارین از یک سری تمپلیت استفاده میکنین. تقریبا یک ماه پیش که تازه این شرایط اتفاق افتاده بود، ما جزو اولین کسایی بودیم که براتون دو تا ویدیوی بسیار جامع و کامل رو ضبط کردیم که به طور کامل توضیح دادیم که با توجه به اینکه حالا چند روز فقط این اتفاق افتاده چجوری میتونید که سریعا شرایط رو به نفع خودتون تغییر بدین و با یک اطلاعات کامل و کافی نسبت به تغییرات جدید برین و از پس این قسمت هم بر بیایین. حالا با توجه به اینکه خب از این مدت یک زمانی گذشته، من تقریبا 2 هفته پیش دوباره یک سری مثال جدید براتون حل کردم، ولی حالا الان فرصت کردم که براتون ادیت بکنم و قرارش بدم توی یوتیوب که حالا با توجه به اینکه خب از اون حالت فورس در اومدیم و یه مقدار حالا زمان گذاشته و بیشتر حالا میتونیم کارنامه ها رو بررسی بکنیم، میخوایم که در راستای همون چیزهایی رو که در قسمت دیسکرایب ایمیج و ریتیل لکچر دفعه قبلی صحبت کرده بودیم یک سری جزئیاتی رو هم اضافه بکنیم که دیگه خیالمون 100% برای گرفتن بالاترین نمرات دقیقا راحت بشه. پس با من همراه باشین که ببینیم این دقیقا جزئیات جدیدی که میخوایم صحبت بکنیم چی هستش. خب اولین چیزی که با هم دیگه صحبت کردیم این بودش که ما برای ابتدا و انتهای کار حتما 2 تا جمله تمپلیت جدید رو اضافه میکنیم. برای تاپیکمون گفتیم this image shows different information about رو میگیم و تاپیکمون رو میگیم و برای انتهای کار from the image it is suggested that رو میگیم و خب پایان بندیمون رو میذاریم. و همونطور که صحبت کرده بودیم برای بادی از جملات in addition to this information you may notice that و in the picture I can see استفاده میکردیم. اگر خاطرتون باشه توی ریتیل لکچر گفتیم حتما باید بگیم from the lecture it is quite clear that. توصیه میکنم برای بادی دیسکرایب ایمیج هم این داستان رو اضافه بکنین و بگین from the image it is quite clear that که باز هم ما بتونیم که از جملات متنوع تری استفاده بکنیم. و اینکه حالا بعضی از بچه‌ها it also shows رو داشتن. من کلا طرفدار این it also shows نیستم، قبلا به طور کامل راجبش توضیح دادیم که میگفتیم خب بسیار جمله کوچولویی هستش و میتونه که مشکل extended speaking بر ما به وجود بیاره. اگر که شما میتونید این it also showsتون رو بست بدین و مثلا 4 تا 5 تا کلمه بعدش قرار بدین که حالا در یک قالب درستی قرار بگیره، در این صورت میتونید از it also shows هم استفاده بکنید. ولی اگه قرار باشه که it also shows با 1 کلمه 2 کلمه استفاده بکنید به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم. پس ما همچنان همون حرفای قبلی رو داریم. حالا میگیم اگر که بتونید from the image it is quite clear that رو هم به بازی بیارین و استفاده بکنین، قطعا در منطقه امن‌تری قرار میگیریم. پس بازی همون بازیه. حالا میخوایم که بریم چند تا مثال حل بکنیم که تو اون مثال ها ما 1-2 تا جزئیات رو هم اومدیم اضافه کردیم به داستان. با من همراه باشید. خب اولین مثالی که میخوایم با هم دیگه حل بکنیم یک بار چارت هستش. قبلا هم یه نمونه دیگه از بار چارت رو حل کرده بودیم. بریم یه دونه دیگه جدیدش رو با چند تا ریزکاری جدید حل بکنیم. This image shows different information about the world's biggest chocolate consumers. In addition to this information, you may notice that pounds of chocolate consumed per capita each year. In the picture, I can see different countries such as Germany, Ireland, and Norway. From the image, it is quite clear that different colors such as red, blue, green. From the image, it is quite clear that lower and higher such as 15.6 and 17.3. From the image, it is suggested that minimum that and maximum that they are 17.4 and 19.8. خب همطور که دیدین من the world's biggest chocolate consumer رو عنوانها اینا رو هر کدوم با یکی از این this image و این addition و اینا گفتم. بعد مثلا الان برای countries و different countries رو آوردم که بتونم مقدار بستش بدم و از اون حالت تمپلیتی درش بیارم و با یه دونه in the picture I can see 3 تا از اینا رو گفتیم که به
بین 2 تا 3 تا حتما بگین، ترجیحاً حالا الان میخواین اگه بستش بدین 3 تا بگین. بعد این from the image it is quite clear that هم که اومدم برای مثلا 2 تا عدد مینیموم ماکسیموم دلخواه گفتم و from the image it is suggested that رو هم به عنوان یک نتیجه گیری برای مینیموم ماکسیموم گذاشتم. شانس من چون مینیموم ماکسیموم اینجا به ترتیب چیده شده بود، من همون عددهایی که واقعا اون بالا بود رو گفتم، ولی اگر که شما 2 تا عدد دیگر هم میگفتین مشکلی پیش نمیومد، چون الان کسی که داره صحیح میکنه نمیخواد ببینه که آیا شما دقیقاً در لحظه تونستین تشخیص بدین که الان مینیموم ماکسیموم گفت یا نه. میخواد ببینه که آیا شما بلدین هستن برین به سمت این که بگید برای نتیجه گیری اینجا یه مقدار بیشترین و کمترینی وجود داره. و حالا اگر بتونید بگید که اون دقیقاً چه عددیه که خب خیلی خوب میشه. اگر ولی نتونستین حتی به درستی بگین که دقیقاً چه عددیه، میگه که خب ببین مثلا در این که بخواد در تشخیص بده که دقیقاً عدد ماکسیموم یا مینیموم چی هستش یک اشتباه داره. شاید به اندازه مثلا خیلی نمره به اندازه مثلا از 5 نمره‌ای که میخواد برای کانتنت در نظر بگیره، مثلا شاید نیم نمره رو برای همچین قسمتی در نظر بگیره که وقتی میایم به اون ضرب و تقسیم ضریب‌های اسپیکینگ و لیسنینگ تبدیلش میکنیم میبینیم که خب خیلی 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 این مقدار ناچیز میشه و اصلا عملا چیز خاصی نیستش. پس ما مینیموم ماکسیموم هم ترجیح میدیم به یک عددی نسبت بدیم ولا حتی غلط، ولی دقیقاً چیزهایی که الان گفتیم در راستای همون چیزهای قبلی بود. یعنی من الان چیزی رو که حالا دارم میگم که بهتره که انجام بدیم به نسبت آنچه که حالا در ویدیوی چند روز پیش منتشر کردیم که حالا دیگه میتونیم کاملتر حرف بزنیم، این هستش که یکی این که شما سعی کنید یک جمله تمپلیت دیگه ای مثل from the image it is quite clear that رو که توی ریتیل لکچر گفته بودیم رو اینجا هم اضافه بکنین و اینکه خوب میشه که بتونید مینیموم ماکسیموم رو به یک 2 تا عددی نسبت بدین، یا حالا لویر هایر رو تونستید به 2 تا عدد نسبت بدید که اینجوری دیگه کاملا یک جنبندی کامل داشته باشیم، وگرنه حرفمون رو در راستای همون حرف قبلی داریم میگیم، خیلی چیز جدیدی رو بهش اضافه نکردیم. خب یک مثال از فلوچارت حل بکنیم. من مخصوصا فلوچارتی رو دارم انتخاب میکنم که یه مقداری از حالت تیپ فلوچارت هایی که دیده بودین که ارو اینا وجود داره متفاوت باشه و اصلا نوشته نشته باشه که خب یه جوری سخت ترین حالت ممکنش رو داشته باشیم. بعضی اینو ممکنه که تو دسته‌بندی پیکچر خام قرار بدن، ولی خب به خاطر اینکه داره لول به لول یک اتفاق میفته، مرحله به مرحله داره یک سری اتفاقات میفته، میتونیم میگه اینو تو دسته‌بندی فلوچارت قرار بدیم و از نکاتی که راجع به فلوچارت صحبت کرده بودیم استفاده بکنیم. حالا بریم با هم دیگه اینم ببینیم. This image shows different information about processing of coffee. In addition to this information, you may notice that different steps. In the picture, I can see first step adding the seeds of coffee. From the image, it is quite clear that the second step is adding sugar. In addition to this information, you may notice that third step is stirring. From the image, it is quite clear that the next step is pouring. From the image, it is suggested that final step is coffee is ready. خب همطور که دیدیم من بالای 30 ثانیه حرف زدم. البته که شما کلا حالا بالای 23-4 ثانیه حرف بزنین خوبه و اومدم خب برای مثلا اون جمله introduction هم موضوع اصلی رو که مثلا یه پرسه درست کردن کافی هستش رو گفتم و با مثلا حالا گفتم که استپ های مختلفی میبینیم با in the picture I can see، با in addition to this information و from the image it is quite clear that با یه بار یا 2 بار استفاده کردن از هر کدوم از این استپ ها رو تشریح کردم که چیا هستش و در قسمت آخرم گفتم که فاینال استپ چی هستش. خب ببینید این کاملا یک جنبندی دیگه، یعنی ما میگیم که مثلا ما احتیاج به یک کانکلوژن داریم. کانکلوژن نیست که من حتما کلمه کانکلوژن رو بیارم، که بگم خب در نهایت چه اتفاقی افتاد. پس من برای جمله پایانی یک جمله ویژه داشتم برای اینکه بگم خب در نهایت چه اتفاقی افتاد. ببینید اون چیزی که ما دفعه قبلی هم صحبت کردیم دقیقاً همین
همین بود که مثلا من بیام خلاقیت داشته باشم که برای مثلا وقتی که فلو چارت دارم که مرحله به مرحله داره اتفاق میفته، استپ به استپ هستش، مثلا این دفعه بیام با گفتن استپ های مختلف و در نهایت فاینال استپ یک کانکلوژن داشته باشم. نه تو اون یکی که بار چارت و لاین و فلان اینا بود بیام مثلا بگم که من مینیمم ماکسیمم هایی دارم یا لوئر هایی دارم مثل این یکی و فلان یکی. پس ما کاملا داریم یونیک حرف میزنیم و داریم جمع‌بندی میکنیم و ممتحن هم باید به ما نمره بده. خب یه دونه مثال مپ هم با هم دیگه ببینیم و ببینیم که اینجا هم باز چه ریزه‌کاری‌های جدیدی رو داریم اضافه میکنیم که دیگه در مورد بحث دیسکرایب ایمیج مربوط به مپ هم همه چیز کامل باشه. خب قبل از اینکه اینو با هم دیگه بگیم من می‌خواستم نسبت به یک کلمه خاصی که در پرونانسیشن بچه‌ها خاله می‌بینم همین توضیح بدم، با هم دیگه بریم این کلمه رو ببینیم و بعد هم که بریم نحوه گفتن این نقشه رو ببینیم. خب به این کلمه دقت بکنین. من میبینم که خیلی از بچه‌ها همه لهجه هاشون امریکنه، بعد که میرسن به این کلمه این رو میگن دایرکشن. دایرکشن برای لهجه بریتیش هستش، برای لهجه امریکن شما باید بگین دیرکشن. گوش کنین. Direction. This image shows different information about language types. In addition to this information, you may notice that different countries in Europe. In the picture, I can see different countries such as Norway, Sweden, and Finland. From the image, it is quite clear that different countries such as England, Ireland, and France. From the image, it is quite clear that different colors such as pink, green, and purple. It also shows Germanic, Romance, and Slavic. From the image, it is suggested that different directions such as north, south, east, and west. خب همونطور که دیدین من اومدم مثلا موضوع اولو که language types بودش رو با مثلا this image shows different information بیان کردم و همینطور مثلا اومدم گفتم که حالا ما کانتری های متفاوتی رو توی مثلا یوروپ میبینیم که خب حالا یه مقدار بس اینجوری تونستم بستش بدم و به تشریح اون عکس بپردازم و یه چیز یونیکی رو راجبش صحبت بکنم. بعد اومدم گفتم خب حالا اسم کشورها کدوما هستش، بعد حالا راجع به این صحبت کردیم که خب رنگ‌ها کدوم هستش و هر کدوم از اینا رو به یکی از اینا مثلا from the image it is quite clear that حالا یک بار یا دو بار یا به in addition to this information یک بار یا دو بار اختصاص داریم. می شود it also shows رو هم بیارین تو بازی به شرط این که مثلا شما جملات طولانی رو بعد از این it also shows بگین، یه چیز کوچولو نگین. اگر می‌بینید که خب براتون سخته که حتما این رو بستش بدین اصلا it also shows نگین، چون خیلی این چیزی پرطرفداری نیستش و استفاده ازش ریسکیه. و در نهایت اومدم گفتم که خب قبلا بهتون میگفتم بگین نورث و ساوت و ایست و وست، حالا اومدم گفتم different directions such as فلان and فلان. direction هم که قبلا بهتون گفتم اگر که میخواین امریکن صحبت بکنید و بگین direction نیستش. خب یک مثال هم از عکس خام ببینیم که ببینیم تو اینجا هم باز در راستای چیزهایی که قبلا گفتیم چه چیزهای جدیدی رو هم میتونیم به عنوان دیتیل اضافه بکنیم. This image shows different information about beach. In addition to this information, you may notice that different boats and wooden areas. In the picture, I can see different people who are talking, sitting, and walking. From the image, it is quite clear that blue sky and blue sea. It also shows different colors such as green, blue, and white. From the image, it is quite clear that different buildings such as tall building and small building. From the image, it is suggested that different colors such as brown, green, and yellow. خب همونطور که دیدیم من سعی کردم کل عکس رو تشریح کنم توی تقریبا 30 ثانیه فکر کنم حرف زدم. بعد خب کاری که بعد مثلا انجام بدین توی اون 25 ثانیه اون چیزای مهم رو حالا یا تو ذهن خودتون نگه دارین یا روی کاغذ بنویسین. خب برای من چی مهم بود که خب راجع به کلا راجع به چی هستش، راجع به یک بیچ هستش. خب بعد حالا من یه سری آدم رو دارم، حالا من سعی کردم که این آدم‌ها رو تشریح کنم. خب این خیلی کامل ترش کردش، ولی خب حتی مثلا ممکن بود که شما بگین که different people and مثلا چه میدونم different boats، مثلا یه چیز دیگه به یه چیز دیگه وصل بکنین دیگه، اینا رو بازشون نکنین که مثلا بگین که دارن چیکار میکنن، یا یه بار دیگه مثلا walking و talking و نمیدونم sitting و اینا رو جداگانه بگین. حالا من مثلا خب تونستم که اینا رو به هم دیگه وصلشون کنم و بعد خب مثلا سعی کردم که از صفت‌ها استفاده بکنم، این که مثلا wooden area هستش یا مثلا بوت های مختلفی هستش یا مثلا بیلدینگ ها متفاوتن.
نسبتا بعضیشون کوچیک‌ترن، بعضیشون بزرگترن مثلا. حالا ممکنه شما از کلمات دیگه‌ای بخواید استفاده بکنید. و اینکه رنگ‌ها رو گفتم و دیگه بستم داستان رو. ببین مثلا من میتونستم بگم که مثلا این عکس خیلی مثلا برای من اینفورماتیو بوده یا نمیدونم زیبا بوده اینا، ولی میشود گفت یک بار در حالا مثلا یک عکس خام، ولی ترجیحاً ما جمله‌ای رو کلا نداشته باشیم که مثلا توش یک محتوایی هست و عکس نباشه بهتره. ولی خب قطعاً در یک عکس خامی که داره مثلا یک ساحلی رو نشون میده، اگه من بگم مثلا این خوشگله، کسی نمیاد بگه که خب تو یه چیز کاملا بی ربط گفتی، چرا این مثلا پرت و پلا بود و من از دیگه اصلا بهت صفر میدم و نه. ولی خب میگم بهتر که به سمت این بریم که همش جملاتمون توش محتویات مفید داشته باشه. خب میخوام یه مثال جدیدم از ریتل لکچر براتون حل بکنم، باز به تمام ابعادی که برای ریتل لکچر نیاز هستش به طور کامل باز بپردازیم که تو این قسمت هم ابهامی براتون باقی نمونه. خب اول اینکه مثلا ببینید الان یه موضوعی راجع به اینترنت بوده و خب من الان دی اینترنت رو اون بالا شنیدم و نوشتم و بعد مثلا از کلمه تکنولوژیکال مارول مثلا تکنولوژیکالش رو فقط شنیدم و جلوتر مثلا نتورک آف کامپیوترز رو مثلا شنیدم. میخوام بگم که مثلا من یه دونه ادجکتیو شنیدم، یه دونه مثلا گروه اسمی شنیدم، بعد یه دونه مثلا جلوتر گلوبال کانکشن رو به عنوان گروه اسمی شنیدم، اینویشن رو تک کلمه‌ای شنیدم، نمیدونم هیومن هیستوری رو مثلا به عنوان گروه اسمی شنیدم، بعد مثلا یه کلمه تکی کامیونیکیشن شنیدم، بعد یه دونه مثلا بوده کانکت اکسس نم تی دی ورلد، مثلا اگه بخوام پیدا بکنم که این کجا بوده که مثلا من اینو فرضاً شنیده بودم، مثلا من کانکت رو پیدا کنم بهتون نشون بدم. کانکت اینا مثلا این کانکت with someone across the world این بوده، ولی من مثلا شنیده بودم connect access the world مثلا یعنی with someone و نمیدونم across the world مثلا این چیزا اینجوریش نشنیده بودم. خب و مجبورم نیستم اینو حتما کانکتینگش کنم. چرا؟ چون توی بحث ریتل لکچر گرامر اهمیتی نداره. مثلا powerful tools بوده یا a powerful tool بوده، ولی من powerful tool شنیدم، مثلا tools نشنیدم یا a نشنیدم. ایژوکیشنش رو جدا شنیدم، مثلا access to information یه چیز جدا بوده شنیدم، مثلا accessingش نیاز نیستش که حتما بکنمش و شاید اصلا این قسمت باز یک چیزایی اون وسطش داشته که من همون یه تیکش رو مثلا شنیدم اینجا مثلا این بوده. بعد مثلا جلوتر learning opportunities رو شنیده بودم، online resources رو شنیده بودم، ولی مثلا courses و platforms و نمیدونم democratized education و اینا رو دیگه نرسیده بودم مثلا بنویسم. حالا مثلا دارم میگم ممکنه که هر کسی مدل های مختلفی اینو بنویسه. بعد مثلا جلوتر دیگه مثلا traditional businesses رو مثلا شنیدم، ولی شاید دیگه مثلا نشنیدم تا اومده اینجا که products رو شنیدم، یا مثلا یه دونه تکی privacy رو شنیدم. حالا ممکنه که اگه شما مثلا کار بکنید بتونید که گروه های اسمی های گروهی بیشتری رو بردارین، ولی میخوام بگم که اشکالی نداره که مثلا تک کلمه‌ای هم یه جایی داشته باشید یا مثلا حتما ادجکتیو مثلا نباشه، اشکال نداره اگه ادجکتیو باشه، یا مثلا ورب نباشه، اشکال نداره اگر ورب باشه. این اسستی نیستش که من مجبور باشم که حتما گروه اسمی بردارم. یا مثلا این قسمت آخر که این کانکلوژن بوده و خیلی حواسم جمعی بوده. خب در اینترنت دوباره هم تکرار شده و من باز هم فهمیدم که اینترنت موضوع اصلی من هستش، ولی من نتونستم مثلا این یکی کلمه رو بشنوم، ولی مادرن سوسایتی رو مثلا شنیدم نوشتم. یا مثلا جلوتر میگه که shape our world، من اورش رو ننوشتم، مثلا shape world رو نوشتم. و در نهایت قسمت کانکشن اند پروگرس رو نوشتم. میخوام بگم که قرار نیستش که همه چیزو شنیده باشم یا همه رو به گروه اسمی درآورده باشم یا همه دو سه کلمه‌ای بوده باشن. یک ترکیبی از چیزای مختلف دارم. حالا میخوایم بریم ببینیم که از این ترکیب چجوری میتونیم استفاده بکنیم. خب ما دفعه قبلم که صحبت کردیم چی گفتیم که دیگه مثل قبلا فقط نگین in addition to this information you may notice that in the lecture I can hear. حتما باید یک جمله به عنوان شروع داشته باشین و حتما باید یک جمله رو به عنوان پایان داشته باشید. و ما برای ریتل لکچر گفتیم که با این دو تا جمله در بادی ما کم میاریم، بنابراین یه دونه from the lecture it is quite clear that رو هم به قضیه اضافه کردیم که تعداد جملات تمپلیت ما بیشتر بشه. خب ببین مثلا برای کسی مثل من که حالا تقریبا داده زیاد برداشته، من مجبورم داده هام رو همه رو سه تا ستایی بگم که مثلا از یک جمله تمپلیت نیام 10 دفعه
دفعه استفاده بکنم. و حتما موضوع اصلی رو میدمش به اون جمله اول که میگه که this lecture shows different information about. موضوع اصلا چجوری میفهمم این بوده؟ وقتی که کلمه چندین بار تکرار میشه قاعدتا من باید بفهمم که دیگه موضوع اصلی راجع به اون هستش. البته که خب اگر معنای اون چیزی که داره پخش میشه به طور کامل بفهمین که قطعا میفهمین موضوع اصلی راجع به چیه. بنابراین اون رو دورش خط میکشین و حواستون هست که اونو اول اصلا بگی. من که حالا بردمش اون بالا هم نوشتمش که دیگه خیالم راحت باشه که دارم مثلا موضوع اصلی رو جدا میکنم. پس میام چجوری میگم که this lecture shows different information about the internet. In addition to this information, you may notice that technological network of computers and global connection. In the lecture, I can hear innovation and human history as well as communication. From the lecture, it is quite clear that connect across the world and powerful tools as well as education. In addition to this information, you may notice that education, access to information and learning opportunities. From the lecture, it is quite clear that online resources, traditional businesses and products. From the lecture, it is suggested that modern society shape world and connection and progress. من الان هم به داده‌های مختلف اشاره کردم، هم اینکه یک شروع رو داشتم که اینتروداکشنمو داشته باشه، کلمات مهم شروع رو داشتم، کلمات مهم پایان رو داشتم که کانکلوژن هم باشه. پس هر اون چیزی که در کانتنت نیاز بوده رو من گفتم. اینجوری هم نبوده که یک جمله تمپلیت رو هی مرتبا استفاده بکنم که ممتحن از من بخواد ایراد بگیره. خب خیلی هم سعی کردم سلیس و روان صحبت بکنم که مشکلی بابت فلوئنسی نداشته باشم. پرونانسیشن ها هم اونهایی رو بگین که از لحاظ پرونانسیشنی 100% بهشون مطمئن هستین. امیدوارم این مطالبی که براتون ضبط کردم براتون مفید باشه. خواستم که تشکر کنم از اینکه این ویدیو رو تا انتها دیدین. اگر هر سوالی در این بخش هر کدوم از بخش‌های دیگه‌ای که مربوط به PTE دارین میتونین که با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشین. ایمیل من هستش، شماره تلفن و وبسایت ما ptlearning.ir و تلاش میکنیم که به طور مرتب جواب همه سوالات شما رو بدیم. موفق باشید.